علیکم و رحمت الله. علش کنم باور کنم هم خیره شده. الحمدلله. السلام علیکم دوستان عزیز. خوبه تنجی کاراتون خوبم و جوره. الله برکتون تیا. این خواهری که در گلاون اکران میبینید من نمیدونم همین خواهر است یا یگانچه صورتهای خیلی پرتفتن. بنام این خچه یکی از کارگرای این کنسولی و پاسپورت میگیره پیلوس این در صخره و یک کبا اگزامین میکنه. ای بچه ها 10,000 و 20,000 و 15,000 و 18,000 میگیره و چیکار میکنه بچه ها را در چهار نمیپرتویه. و خواهش میکنم اگر همین مادر همین خواهر کسی بشناسه اولی ما گپی بدش نمیگیم میخوایم دستیوی از برویا انشالله ما اولی چیش میکنم این خواهر ویدیوش میکنم اگر کسی که بشناسه بگه دستیوی از برویا رقمای من 926 848 88 08. خب خواهش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. با اون خاطر برادر خواهش میکنم یک بار اگر همین خواهر کسی میدونه من گپی بدش نمیگم موضوع سخت نمیگم باز تکرار میکنم این خواهر این مادر خچه کارگری مقامات و کارگری پسال و کنسولی میگیره و خچه یوریست گفته از نام حکومت روسیه حکومت تاجیکستان گپ زده مردم 18,000 و 20,000 من شما را اگزامین میکنم و امتحان میگذارونم برای پتنت در طرف صخره و فند فریب کرده شده. با همون خاطر التماس صد التماس کسی این مادر بشناسه برسونش دستیوی از برویا اگر که این نباشه بدونه که چرا صورتاش استفاده برده استودیان اگر که نه همه باشه بیا سموی مردم بر بگردونه. با همون خاطر برادر عزیز خواهش میکنم از شما که درکم خواهر را یافتن در کار. السلام علیکم خدمت سلام علیکم السلام و رحمت الله. الله برکتون تیا. اکا همون بچه ازبکی گپ زن پرچم خودمانا تایید پا کردن میندار میشیم ما مخلصی ختم اکا انشاءالله برستیش هم یک نواری بچه که یوشا کپا جایدان همون نواری بچه یوشا پرفتن دیدیش پرچم از زمین میپرته ایشتش میزنه و ایشتش میزنه بعد میگیره که نک نمیگه یعنی رولیکوی بی عقلی. خب سلام علیکم آقا جان. بابا قند بر مسکو همه دیپورت میکنم بابا قند انشالله میاریم. بابا قند میاریم برادر عزیز. بابا قند که بابا جان در کجای صخره و خیب پگاه من پروام پتین سپورید این زن رقماش رسپرسترین یعنی که تقسیم شدگن در مابین مهاجرا یعنی که خچه یوریس گفته صورتاتا پارتو برسلیتا صورت بگی پارتو یعنی که به طرز فریبی نیرنگی ماشینی که خودش فهم میکنه و از مردم 18-20,000 هم خیلی گرفته شده خچه کارگری پسول میگیره. با هم خاطر خواهر این اگر که مرا بشنوی همین صورت اول من ویدیوش میکنم من مقصد در ویدیو رو گپی بعدش نمیگم در حقیقتا صورت های این خواهر یک کسی هستن ماشینیکی که صورت های من یا کسی میگیرن و همین کار ماشینیکاشو میکنن مردم که خبر من خیال میکنن همه است اما بعضی آدماش خودش چیکار میکنه در دست میخوره همه. و اون خاطر خواهش میکنم التماس صد التماس برادری که اگر چیکار کنه همین خواهر بشناسه بگه خواهش در سیوی از بره. خوب الله برکتون تیر. با اون خاطر الله همه ما را هدایت کنه. نه من در شهر سنت پترزبورگم بچه ها در شهر سنت پترزبورگ در آغوز میدم. سلام علیکم خوبی اینجا الحمدلله خوب من برادرها دشنام نکنی همین شما با خدا حیرانتون میشم نخواه آدم اینقدر دشنام کنه اینقدر دهنی بیزیب داشته باشه شما با همه حقاراتات روز قیامت جواب گفتن میتونی نه تنها من بین اختو شپا دادن میگه بابا جان پتین قطعی چی بر هم میخوره این راسته نمیدونم برادر پتین بر هم میخوره نمیخوره نو مقصد پرزیدنت روسیه قطعی پرزیدنت تاجیکستان و خوردن که بعدی الله کنه که یگان ازمینه نشوه یگان دیگرگونی شوه و
мардуми тоҷикистонмо аз ҳамин мушкилое ки хусусан дар аэропортҳо мемонанд камакак сабук шавад. бачаҳам касе нагаҳ дорем телефонда дар рӯи экран дубор бизан то чӣ шава лайк шава бисёртар. бачаҳо ихелӣ накунед ба худо. ягон адрес ҳаст дар шумо бошад равон кунед илоҷ мебинед. омина хоҷа марди зани намедонам айб аст аз дими кору ча ту дар намодесен даман хел мегум ки хуб бачаҳо созе тенҷе бобоҷон ягон кори зимистона ҳаста. Кори зимистона бародаро хела ёфтагиём кадмед ки хусусан курьерӣ ҳай карда метавонед. бачаҳо то 80 то 100 чанд ҳазори кор карда ҳисодиям. плюс ин як склад дига як дута магазинои калонанд. чӣ меган яндекс маркет чӣ меган мо хӯрока тақсим мекунанд ҷойдон ку бале яндекс лавка дар ини яндекс дар магазиношкан пятёрочкан ҳамуҷоро уборка мекунанд ё ки прилавкора пур мекунанд то 100-130 ҳазорӣ гирифта ҳисодиям. ман ӯ рӯз бояд рафта будем мо сёмка мекунем ҳамуҷоро ки мутаассифона нашид ҳозир файрод кара ҳисода бояд бирем ҳамаи сёмка кунем. хеле одам яъне дар ҳамаи шаҳрҳо оё доранд. фаҳмидӣ бародаро? бачаҳо қариб 200 нафарем. ҳамин як бор дар рӯям экран бизанед ку ай салому алейкум бобоҷон мӯи сар бале натуралне акай бобоҷон бобои қанд омад мӯҳчаспонӣ акаҷон ё наомада бояд рӯзои наздик биёя хабардор кун ҳоҷи раҳмат салом. ман дар ҳамон инстаграмам дар телеграмам дар ютуб мегузорам иншоалло. алло баракатун чӣ умрят будиш зеле дедуля иди отсюда это не твое место все уходи. хуб бародари азиз салому алейкум. алейкум салом ва раҳматуллоҳ. патент админ мешава ё не намедонӣ? бародари азиз патент мешава намешава ҳеҷ ман ҳеҷ чиз дарак надорам. ба худо ман чӣ ай пеши худам мегӯям. як ҳаста савини да бало мезани. ассалому алейкум ба пеш дӯсти азиз эсем шарифа душном накунед бародаро хоҳиш мекунам. бародари азиз бародаро мусалмоно ман шуморо ба тоҷикӣ бигӯм ҳамаи забони мана мефаҳмед иншоалло. алейкум салом бародар хоҳиш мекунам илтимос мекунам душном накунед. аз пашти мисоли гап аз паси ман эсем шариф айпаси эсем шариф мана ё айпаси ман бобои лангари як азга душном накунед. валлоҳи қасам рӯзи қиёмат дар ин душномои худтон дар ин ҳақоратҳои худтон ҷавоб гуфтан наметавонед. бародаро ягон таймо оли сари пили сирот нагзаштем. ягон таймо марга яъне ҷона наспоридагӣ. шумо аз қиссаи ҳазрати идрис бохабаре ки мақсад ҳазрати азроил қатиш рафту омад буд. мақсад дӯстӣ доштан ба хости парвардигор барое ки меҳнаткаш буд меҳнаткор буд. аммо ба хости парвардигор гуфт ки аз аллоҳ талаб куд ки ҷони мана бигира ва дубора ҷон бития. бибин пайғамбаре ки ҳазрати азроил ҷонша мегира ба хости парвардигор мега я аллоҳ мақсад ҳамин банда дуо карда буд дубора ҷонаш барқарор кунем. вақте ҷон барқарор мена ҳазрати идриса мегӯяд ту сахтии ҷона ба ман бигӯ. мега мисли ҳайвон гӯспанде ки пӯчакш мекунӣ ли мақсад зинда ба зинда қариб 1000 маротиба зиёд дард сахт аст. аллоҳ шоид на ман на шумо ин дарда ҳис карда ҳатто тасаввур карданаш қин аст. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки чиқор мекард ҷон месупорид ҳазрати фотима духтараш дар бари шиштагӣ буд чӣ қадар дарди сахт мекашид. гуфт ки падари ман азоб кашида истода. гуфт ки баъди ин сини пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тарафи духтараш гуфт баъди падар дигар азоб намекашад. яъне ки дар ин маълум мешавад ки марг чӣ қадар сахт аст.
روز قیامت از گناه یک کس دیگه تر نمیپرسن، از عملهای خود میپرسن. ای وای میبرورا، ای ماشینیک، ای شیطان، ایش ماشینیک. آخه یک بار همین گریبان خود ما ببینید چقدر گناه داریم. همین یک سحر بامداد به نمازی خودمون، والله قسم ما جواب گفتن نمیتونیم چقدر ما مقصد به نماز، یک نماز ما پراپوسکت کردیم. یک به نمازی خود در یک ماه چند بار نماز پراپوسکت می‌کنیم، چند بار نماز ما قضا میکنیم. هم یه تصور کرده شده. ها بچه تو آنا این ماشینیک، ایش حرام خور، ایش دوز، ایش حرام خور، این دا فلان جو فلانی فان کرد، فلانی دا فلان دا حج مردم فان کرد. نکنه ملاش هم گابزان شده، نوملاش هم گابزان شده. ای برادرو والله من نصیحت کنه نیستم، محتاج نصیحتم. نکنه الله میگه ستر کنه تا روز قیامت من گناهاتون ستر کنم. کی بیگناه هست در همین دنیا؟ کی بیگناه؟ یک از دزدی کرد، یک از زنا کرد، یک از دروغگویی کرد، یک از حقارت کرد. گناههای گوناگون در همین قیام، در همین دنیای در روزه میکنیم. هر کس اینه در همین قبر کندن. این همین مثال که این همین قبری من کندن، من مردم، خدا اکو روز عمر ما درست کن، اما همه میمبره. وقتی که هوچ میکنی همین تابوت با پیش قبر میورن، وقتی کفن میگیره 4-5 کس، مثال میگیم 4-5 کس همون مردت میبردارن، مردت میبردارن. ای بچه در قبر مونن، در درنی قبر چی میمونن؟ قطعی تو فقط عمل میمونه. بد کرده باشی بد میگیری، نیک کرده باشی نیک. از برای خدا نکنی. والله این همچه شما کامنتر نویسه شده، شما همچه الحمدلله 99% مسلمان هستید. توگری شما باور داره که پروردگار در کتف چپ و راست ملائکه ها مانده است که گناه های ما را بنویسه. توگری گرچنده که از عمل های ما پروردگار چی است با خبر خودش. الله میگه از رگ چی گردن تو به شما من نزدیکترم به قلبت. اما به همه این نگاه نکرده با ملائکه هاست خیال روز قیامت این چلیکا و چشمای تو کار میآید. والله می نویسه گناه شما را. زنا ما می نویسه، دزدی ما می نویسه، دروغگو غیبت ما می نویسه. نکنه. نه تنها ما تاجیکی، ما مسلمانیم، باوری داریم به قیامت. در یوتیوب میدرو ایگا کریس موندیان وای ماشینیک، ایش حرام خور، ایش دز. الله شاید ای بای ای تاجیک پس زده شده. ما از روی همین پس زنیم و بخارا و سمرقند از دست دادیم، رودکی زدیم، چشموش کور کردیم، ابو علی ابن سینا از مکانش بیرون کردیم. این قدر پس زنی بس است. ای به خاطری خدا ای دوستان، من تاجیکی خودتونم، من نمیگم من دشمنم نکنی. چند قی میکنی نیک روز قیامت جواب میده. من به یگان شما رو ندیده شدم، یعنی که همچون یک انسان هم. من شما میدونم که تماشا داره، شاید این همجا قریب 500 کس من تماشا داره، در زی 500 کس زی هر یک تلفن دو سه کسی شده باشه، شاید این 1000 کس من نگاه داره. نو شما بدونید در همون کتیفای همون 1000 نفر اگر 1000 کس دیده باشه 2000 ملائکه شتنگیه. نصیحت نکرده شدم، من گفته شدم میگم برای زی بهر همین چی تجربه روزگار بهره بگی. من از تجربه روزگار گفته شدم. ما در یک ماه چند مرده روی میکنیم تاجیکستان. همه مرد چی میبره قتیش؟ بیچاره مهاجر میزنه خدا جونش میگیره، همینجا با پدر و مادر روی میکنن، مردش روی میکنن، زن و فرزند جوجا صغیره. بچه از برای خدا بس کنی. ای برادر تاجیکیم، والله این من دشنام کردی ماشینی گفتی چی دلت خنک شید. اما تو بدون کتابی خط در روز قیامت وقتی روز محشر 50,000 سال به دست، 50,000 سال فقط پرسپورس میره. توگری فکر که یک روز قیامت 1000 سال این دنیا میشوه. تو ببین چقدر ضرب بزن، چقدر تو عذاب میکشی در قیامت. در دست تو عملات میسپارن، عملی خوب کردید بهشت، عملی بد کردید دوزخ. بچه ایرو یک بابا جان، ایرو یک لنگری، ایرو یک اسم شریف، ایرو یک دیگر نکنه. من نصیحتگر نیستم دوستان عزیز، والله قسم من مسلمانم الحمدلله. نو تاجیکم. شما بین خود دشنام کامنتر بعض ویدیوها میدارو ایش مادری باشه و ایش مادریش، شما کار دیگه نداری. الله شاید هم یک خیلتا بکن در کیست 5000 نمیاوی. ترا همجا مادر پدرت در سین سال یوشید روی کرده گیجا مسکو یا یگان شهر دولت که کار که بخونت روی کسون صاحبی 4 سو میشود در اینجا کورچه سمزدشی تا اینجا میزنه و رزبور شب در دیسکتیکا. اما چه نکنی تاجیکیم در همه ایروپورت عذاب خودمون ندیده شده کو همه دولت گذشته است عذاب تاجیک است. ایرو که ایرو بعض این بچه‌های خودمون من همه را در نظر ندارم، با بگه قشلوق اومده با بگیری منتش شانتاژ کنی. نو تاجیک میبینیم نکنی. وقتی من ویدیو کردم که ای مردم اسپند نبیاره، اسپند یعنی نه تنها من چند بلاگ
یعنی که طبق قانون دولت روسیه اسپند آوردن معنی هست. خیلی این ما میگیم دودش میکنیم، این سوسی میگیم، سیگاریتش میگیریم، کاغذ هم میپیچونیم، در تاجیکستان میکشیم. اما در روسیه معنی هست. برادر زنش روان کردن ای تاجیکستان، این کاغ اسپان روی کردن. الله شاید که 12 سال دادیانش. اول گفتن 6، بعد گفتن سرش میدیم، حاضر 12. من قطعا برادر دستی ازم 12 سال برای اسپان نبیاری. خواهر و مادر و شفا را الله میتیم. جست انالگین دومیدرول بسم الله بگو بخور، اما شفا را از الله طلب کن. همین تبلت که سبب میشود. میدونم ما هممون اعتقاد داریم به اسپان، با مقصد همین چیزای الفبای تاجیکی. نو اجازه نیست. وقتی میگوی ابعد ایتا نصیحتگر شده، وقتی در مشکلی میزنه بعد یا که این همون کارشرینگی پدر نعلت بچه ها 2 روزی پرورا گرفتیان، میبینی کارشرینگ میجخه ماشین ایسی میگه ماشینی پدر شای اوس میجخش میزنش، بعد فلانی بده و فلانی بده و اکمانا این قدر کدن. حاضر پرسنن بخدا همین پیغمبر کی تولد شده نمیدونی. پرسنت امو اسماعیل سامانی کی تولد شده، دولت سامانیان چند سال تشکیل شد، همین چیزا رو نمیدونیم. چقدر صحابه بود، چقدر صحابه ها جان دادن برای ما. تاریخ اسلام دعای قنوت برای همین چی سیر کسلات ویتر واجب ما نمیدونیم. اتحیات اساس خوندن نمیتونیم، فقط در دهن دشنام. اینه بی دشنام کرده نوشته که بابا جان در فلانی در سر فلانی پروردگار همو اولو تخاق کنه که ینگه چکنه پیش همسایه بروا. بدبخت به هم خاطر نکنه در درنی مسجد اول میگه مسجدی پرسپیک میره بستن، یعنی شوا راه نمیتین. اتاق 24 ساعته بود. خالی نهوی میکردن. در پیش من ملت خدمت پس ندادم، نمیدونم در اونجا کدوم ملت بود، اما میگن تاجیکا بسیار ناس میکشن. خالی نهوج میکنن تا خالی پل نی سازه، در همون درنی خالی توپ کردن ناس در راه ناس، در درنی بازار ناس. بعضی جاش دزدی میکنن، میگه کافرا را دزدیدن در کردگی جا، روز قیامت از ایمان طلب میکنن. نکنه برو بخدو دشنام جزیر حرام. روز بابای حاجی میرزا ویدیو کرده میبینم 30 چند تا لایک گرفته در دوام 5 روز. یک تا همو خاک نماشو نگیرن با جمانتاژ شانتاژ نکنن. این قشای ترکیه قد دخترو شاپیده است، لایک ها رو میبینید 300,000. من لایک نمونه. نه همو شخصایی که نصیحت میکنن، حدیث میگن، آیت میگن، مقصد ملاها را در نظر دارم، عالمای خودمون خواهش میکنم همه را دستگیری شو کنید. ببینید اشانی نوردین جان، حاجی میرزا، اشانی سراج‌الدین، مقصد داملا اکبر جان، خیلی همین داملاها بسیار 3-4 تا عالمی بر شمار مانده، 3-4 تایی مانده. الله شاید خداوند امرشون دراز کنه. پس ایسر اینها ما عالمی باوری نداریم که قلب ما را آرام کنه با فتواش. یگان مسئله طلاق، مسئله یگان دیگه عالم نمیایم. 3-4 کسی هست به خاطر خدا قدر اینا را بدونه. 3-4 عالم هست قدرشون بدونی. خوب گنده دامل عبدالرحیم دیگرش یا خدمت خودشون در اسلام از 2011 تا 14-16 کردن. اینها خدمت خودشون در اسلام و در تاجیکا کردن. بعضی مو در تویامو اگر عرق نمیشید او توی نبود. الحمدلله همه ایچ زورا ما دیدیم. ای برادر 3-4 عالم مونده، همون عالما از خانه یگان تماسون طلب نکرده، اما دستگیری کنی، در حقش دعا کنی. در کامنتاری داملوه من بنده داملوه کردم، متاسفانه میگن ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیداره. من از اسلام متاسفانه خبر ندارم، 10-12 سوره میدونم، اما میدونه همون یک ملای نمیدونم بنا ملا موندگی ده همه حاجی میرزا را کریس مونده، ایشون نوردین داملا حکمت الله را همه را کریس مونده. ده تا همه حضرت جان ماشاءالله میگو یزنه شای او یا حاجی میرزا ایش طاغوت پرست یک چیزای نوشته شدن تاجیکی خودمونای. او بدبختی که گپ زده پس اکران وای وجود نداره در یگان جا، وای در یگان جا وجود نداره. یگان کسی این ندیده است. شاید وای یهوده، من گفتم گمانی بد نکنم، شاید یک یهودی هایی که میخواد بین مسلمان ها و داملا ها و عالما جنگ بدازد. همونجا تاجیک نوشته شده. روس که افشینا پروتیف کاوکاز زده شده، در همونجا تاجیکا نوشته شده، bayrak نوشته شده. تو چی در کار می نویسی؟ تو چی کار داری با کاوکازو؟ تو چی کار داری با روس که افشینش؟ در همونجا میبینی تاجیکا. حاضر در همین تمایوشو در همونجا دیده شدم، تاجیکا bayrak مونده شدن.
روز که افشین را حقارت کرده من نمیدونم کیام و یا نو نکنه به خاطر خدا نکنه ملت پس نزنه ببینه همین تاجیکستان سمرقند و بخارا ایدس دادیم همین دولت این آخرون شانس هست آخرون شانس هست که ما این دولت باید مثل یک گوهرک چشم نگاه داریم وقتی که یک چیز به سر تا دنگل می یک از زدنی پیش سر رس میکنی کو باید ما همین تاجیکستان خودمون به خاطر الله این همین خیلی بقپیم این آخرون شانس است جای سیم میگیره تاجیکستان ما جای سیم میگیره در امنترین در آرامترین دولتی که الحمدلله شبها روزها میتونی چیکار کنی ولیت کنی همه ما همجا تاجیک هستیم تاجیکستان اگر یک روز اینترنت بکشن یک روز اینترنت بکشن چیکار میکنی با زنت گپ زدن میتونی با پدر مادر گپ زدن میتونی با هم خاطر خواهش میکنم التماس میکنم نکنی ای مسلمانو تاجیکیم همین که دولت داریم الحمدلله مثل گل شفته شده به شیطانی آرام است نکنی پس از روی تو بازی میکنی بچه میوه من حجامگر مساجش کرده شدم بچه 18-20 ساله در پشتی همجاش کورچه فینکه زده گه این کورچه را چکار میکنی میگم دیل سمازشی تا پات پرزیدنتی تا یگون دپیتاتی یگون ورزکانی تا را نپدد میکنه او کورچه را گرفتی باید یگون رو سیخش کنی چند سوم خریدیش 8000 5000 یا که پستالتی پرونک میگیرن نکنی به خاطر خدا تاجیکیم ای برادرو بیو سرجم باشیم در تمامی مسجد روسیه من مسکو تا میگم تمامی مسجدهای روسیه دیم آدم شو تاجیکان یعنی قاری و اذان شو امام شو یک قرائت کنی خوب برای تاجیک لفظی شیرین داره قرائت شیرین داره چقدر عالمای با قوت داریم از اینجا تا اونجا با قدری همدیگر برسیم التماس خواهش میکنم میدونم این خیلی رو هستن می نویسن یا امانت یه روز نه تاجیک با تاجیک دشمن شیده نمیتونه هیچگاه دشمنی اساسی مسلمان و تاجیک این یهوده این یهود است یعنی که پات اسرائیل در نظر دارم ما پروست ای به عقلی ما بین خنو بخیلی میکنیم بخیلی از قلب دور کنه قبری بخیل تنگ است به خاطر الله مسلمانیم به خاطر الله تاجیکیم دستگیری همدیگر باشه یک مرده تاجیک یک افتادن مادری تاجیک در یگان جدید دستگیریش کنه خواهرایی که در همه چی کار میکنن در درون همه آشخانه های گوناگون کار میکنن میان 4-5 بچه هم تا پلمان شدگی خواهر کو چی داری میورا مینیورا بوس میرا 24 هم بچه ها 90% کنی هم زنک هم خواهر تماشا میکنه که چخیل تاوش بتیم چخیل همو خواهر تاو بتیم تا همو آوی سفید ما در درونش بریزونم تو وقتی آوی سفید دوای ریزوندی تو فکر نمینی در خواهرت میریزونن دختری تاجیک هم یک کس رسید 2 کس رسید 3 کس رسید همش چی میشوه فاحشه شده میروه خودمون میکنیم خودمون کرده شدیم نکنید به خاطر خدا ما مسلمانیم به خاطر خدا تاجیکیم الله شاید بیا غم همدیگر را بخوریم بچه چی در کار پس زنی همدیگر تاجیک بچه سر تاجیک بندید میاره میگه سالی 90 این قشقچه بچه کوچه میگیره این بچه قوری بالو اورزو بچه تاجیک شک کالتک شک دانگلاک شپ کاره شده او دیگریش وایش حقارت کرد مادری من رسیدی یا ازبک بدبخت همه ازبک رو در نظر ندارم یک تا بدبخت خیس تمام ملت رسید تمام مادر تا یک کس بسات نفت دانگل شپش کنی کو ایش وایش کورچه زایس وایش کشته شده من 7 ماه وایش برماده واندام وایش برماده کلوبی بانگی خاور بالو با برادر کلوبی خفانه شما فقط خود کرده شدیم نرفتیم ازبک قپیام تکنی نرفتی هم ازبک بگیری هم تکنی بگم انا شیروینر انا کلوبی بانگی یا که اون دیگریش واندامی قاور بالو تمامی سیمه ترسید تمامی جو ترسید ملت ترسید تاریخ ترسید خدمت کردیش فقط همدیگر به سر همدیگر ازوریم به خاطر خدا نکنی نوشگیری هم تیک توک یا 24 امور از بورچکو دام تیک توک میشنن ایش خواهری وایش خواهرش حقارت چا میکنن بعد نشون آخر جمع بعد آخر میشان استریچ او قاور بالو بعد کورچا زنک چون چی زنک الله شاید ای سیح بالا برا صاحب 3-4 فرزندش نگوی چی گیبت من خوردم بچه‌هایش احتیاط باشه پدرایی که میشنوی خواهش میکنه من یک فرزند شما التماس نصیحت کنی فرزندو تو دگ جوان بعد همین زنک هایی که دل کمیتی یعنی که کار شما حلال است البته که شما مثلا میگن کارا می ریسک میکنی
مثلا زنکورا جای کمپیربونی جای مسفیدبونی جای یگان دوم مقصد چی میگن صدامونی که خیلی میکنه التماس هر یک خواهر کی بیچاره و تصورات نداره که خیلی او کمپیر نگاه پینیش مایلش چون مستفیده وقتی وای نبیره داره یگان بچه بانگی داره هنگی داره وای بو آموزه بعد تا 30,000 25,000 15,000 وای میگیری تو به کار با وای میفروشی البته تو ریسک میکنی میکوی روز تا صرف میکنی نه همونجا را بو آموزه خواهش میکنی بو آموزه کی هستن چی هستن بعد خواهرات تامین کنه بعد رنگی اونو دختره که کشتن بعد با علاو زدنش که گپ خواهر نسبت وای بسیار است نکنه با خاطر خدا خواهر جانا یاد بگیریم آموزه من بسیار تاکسیه که سخر و میروان بچه‌ها را فند فریب کرده شدن حتی میدونم که بچه را لیچ نما خودم یک دخترک خواهر دادمش گفتم برا مقصد پاتنتش که خواهر بر در جنگل خرید فلانش کرد اگر گروبام شوا نو بچه‌ها نموندن که من رو اکرانش برونم پس اکران کاوش کندن من خواهرشون گفتم خواهرک مراجعت کرد کجا من برام اونجا یک تاکسی گفتم تاکسی که سخر و میرا گفتم هم یا بر چیکار کنم خواهر حجتاش اساس که بسپر اما متاسفانه این بدبخت رفت بچه گفت من این حجتاتو پیش کنم در عقیب گذاشتم و بچه را هم دختر هر کار کردنی بود ایروی قریب شوهرش طلاقش کنه نکنه تاجیکیم الله شو این قرض است کردی میکنند این همی کردی میکنند شخصی که خواهرها را برده شو زینو کرده است ای دیسکاتیکو شما بدونه که اینها خواهراتون میکنن نه خواهراتون دختراتون میکنن نه زناتون میکنن یعنی که این وعده الله بچشون تو میبینی بعد ای دنیا میره به هم خاطر نکنه این من نمیگم بابا حاجی این الله میگه که قرض است زینا قرض است در یک کس زدی میبیویا ولی شاید بعضی خندت بگیره نه من خواهر ندارم یا خیلیش میگو همه دیویژن نکن بگه من خواهر اپا ندارم فقر میکنه یا کمش که الله ترا محروم که از خواهر مادر تا میکنن یانگه تا میکنن یا نزدیک تا میکنن با میبینی به همون خاطر التماس نکنی در ایروز تو بگه در بازار لوبلینو عروبا میکشن شام میبینی دیسکاتین که سمرقند شتگی جمانده سودیان 30,000 20,000 دوده سودیان چهار تا با همو از خدا بخبر لرزونده پروردگار صابر همون مردانگی تا خواه کنه ینگر همسایه براکل بعد بقیه باید دشنامود به خاطر خدا گفتم به خاطر خدا دوست میدارم من تاجیکم هر چی کنه من تاجیکم مسلمانم میلاد من دوست میدارم کی چی میگه من ایزمینی زبرجنی پوفی من دوست میدارم میلاد من میدونم اینجا دشنام نویسه سودی این همجا دشنام کرده سودی خداوند محتاج من نکنه نو روز میشوه کی شاید مراجعت میکنی با منم نه با برادری من با یک کس دیگر ببین یک شهر دوری مسکو میره یک چی حلال نمیوی یا تاجیک میبینی اکجون یک اوی تورات نداری یک جای نمازخانی نشون میدی اکجون یک شهر آویمتی با هم خودی غمی تاجیک بخری من میلاد پرست نیستم نون میلاد من دوست میدارم از قشلوقاتون آباد کنیا سوم زیوتا رایون زیوتا دولت روزکره بیایی دوره کرونا گرفتیم هممون تاجیکستان رفتیم پوتین اعلان موبیلیزاسیا کرد شهروندان بودن همون گرفتیم تاجیکستان رفتیم یگون جلگه نرفتیم کو اگر تاجیکستان آباد نباشه کجا میرفتیم نه آذربایجان رفتیم نه ازبکستان رفتیم یا جای دیگه به خاطر خدا گپ زدم به خاطر ملتم گپ زدم میدونم بعد میبینی میدونم پس میگی من گشنه و تشنه نیستم الحمدلله من قطعی می آغوز میدن کار مینم من در حجامان کار مینم من زندگیم تنجه نو میخوام که بگم من نگم این نگه تاریخ ما میگیرن هیستوریا ما میگیرن اوش ما نگرفتن از خود چون کردن خود فهمیده چه در نظر داریم ازبکسک پلوف تاجیکسک پلوف یعنی این چیزهایی هستن که باید میلاد ما بقپیم بحث نکنید وقتی که آدم در بحث میبروید باید علم داشته باشه بعضی ما علمی نه اسلامی داریم نه دینوی نه تاریخ ما میدونیم نه تاریخ اسلام میبرویم مادر تا اوچتا این بحث نیست این جاهلی است فهمده شده این بحث نیست دوستان این جاهلی است آدم باید جاهل نشوه وقتی تو تیار نیستی نبرو شرمنده نکن ملت یک کسی را بمون که از یعنی که نقطی گبزنی داشته باشه اراتری خوب باشه من که علم ندارم متاسفانه وقتی که نداری باید متاسفانه بگو پشیمونی شوه ندارم نه ای اسلام نه ای دنیاویش بحث نمینم در افیروی ویو نمیبرم نمیگم
وقتی میبروی باید تاریخ خوب بدونی، اسلام خوب بدونی. یا خیلی مو جای نماز ساز نمیدونیم، دعاهای جای طهارت ساز نمیدونیم مثل من. نو میبروی سخت میکنیم. الله همه ما را هدایت کنه. بلاد даёте мне одну халат, пожалуйста? Халат даёте? Да. Дайте одну, пожалуйста. Ба ҳамин хотир нишон дидем? Шам меша. нишон дидем мегум. Мара? Хуб нигоҳ кун. ба хотири Худо гуфтам, ҳа? Май так бисёр мешнасам. Алло баракату. Ман бародару як ҳафта дар шаҳри Санкт-Петербург мешам. Кадмедам ин чи дар ҳамин ҷаи биё бародар аз наздик. Ина ман тоҷики худам кӯмак кунам, ёрдам кунам, арзум кунам. Кадмед шароити мӯи сарчаспонӣ дорӣ, мӯи сарта бичаспон. Чикор ту кунам дига широи нар. Ба хотири Худо накунед, баҳс накунед. Ман ягона тоҷикем ки алҳамдулилла барои ё зелёним дар ҳамаи балнисош мерам. Инам хел ба сари буланд медурам, тоҷики худонам кор менам. Минат намекунам тоҷикое ки дар ҳамин ҷа мӯи сар часпонда истодаанд, риш мечаспонанд, қош часпонда истодаанд, дар ҳолате ки ба сабабҳои рехтаншон чикор мекунам? Фахр карда медурам. Здесь есть шапка, брат, одну. Медурам алҳамдулилла ба сари буланд. Ман надорам илм, мутаассифона. Муҷоҳид. Бачаҳое ки риш надоранд. Бародар азиз, у нас вперед. Наш дорогой доктор Вели находится в Санкт-Петербург по поводу пересадки волос. У нас сейчас сегодня сколько операций было? Сегодня у нас 2 операции был, сейчас второй. Пересаживает, третий этап начался. Третий этап, да, здесь у нас? Да. 7 сейчас пересаживает. Пересаживает уже второй этап. Первый этап у него второй? Первый, да? بچه‌ها عزیز اینم خیلی موی سر میچسبونه رقمو داره یکم آریان خوار سلام علیکم دم جه نوشتگی شه با هم خدای رحمت برای دستگیریتون خدمت گوشم کاری بخش که پس من گفته باشیم علام میکنم این برادر توچیک چشماشو مخم کردیم نشناسنش بود بالا بزنم خلاصه که الحمدلله موی سرش چسبونده است. Сколько граф брат ему? 3700. 3700 да? یعنی یک 3700 ریشه از پس سر میچینن در پیش سر میچسبونن. این خوارا کار کرده استادیان. برادر عزیز با دقت گوش کنید. هر نفرت که چیکار کردن مو چسبوندن. این رقم آریان رقم 904 604 85 70 92 همین سر تا از 4 طرف صورت بگیرید در واتساپ شون پارتو و اکثر دیگه ننویسید چی سلام علیکم می‌نویسید درستی می‌نویسید یعنی که ادمنستراتور شو ترکمنکای دخته به زبان روسی گام میزنه پارتو در همین چی واتساپ شون پارتو از 4 طرف صورت بگی پارتو و از تاش بنویس از نوع بابا جان وابسته به کلی سر تو نرخ میمونه ان شاء الله 10000 20000 15000 شما را ارزان میکنن. شهر سنت پتربورگ، در شهر رستو، در شهر کازان، در شهر مسکو مترو بلاروسکی و نیکراسوفا و در دبی ازبکستان شرکتاشون برادر عزیز خواهش میکنم من دیگه زن پا نمیگیرم بابا جان زن نمیگیره نه التماس من توبه زنگیری کردم آدم باید یه زن بس شه زن دیگه دور کنی زن بس توبه زنگیری خوب صورتو بچه‌ای که مقصد به سبب سوختن ریشاتون میریزن یگان مقام لقا مقصد سراتو کل شدگی هم برادرو از 4 طرف صورت بگیره پارتوی خواهش میکنم مایلش التماس ما موی سرما چسبوندگیم برادرو موی سرما منم چسبوندگیم دم شرکت خواهش میکنم از 4 طرف صورت بگیره پارتوی التماس در شهر ایرکوتسک نیست باز تکرار میکنم در کدوم شهرهای رستو ندانو در شهر کازان در شهر سنت پتربورگ در شهر دبی ازبکستان و مسکو که باشه مترو نیکراسوفا بلاروسکی همه یک چی است یک تا نمبر دارن ریشورم پر کرده میشه بله ریش میچسبونه برادرو ریشایی که بچه‌ای که ریش ندارن خیلی بعضی آدما هم خیلی است خواهش میکنم صورت بگیره 4 طرف یعنی که پرس نشون تو بدیم یعنی که نرخنامه‌ش این است برادرو ببینید ای 600 گراف 70000 سر میشوه ای 600 تا 1000 گراف یعنی گراف چی ریشه میشوه 80000 ای 1000 تا 2000 90000 ای 2 تا 3000 100000 ای 3 تا 4000 110,000 ای 4 تا 5 120 ای 5 تا 6 130 ای 6000 بالاش تا 100 یعنی نرخنامه‌شو ده اتاب ای 140000 بالا نیست بعضیش که اگر دیگه فقط یک رقم دارن باز تکرار میکنم کدام شهری که باشه بعد شما را یعنی направление میتن نمبر وراچ میتند
اما از همین 140 ای 100,000 همین 100,000 گفتم مثال میگه از نام من گفتن با خدم خاطر نام من یعنی که ما قط شهرنامه میخیله که بچه من تاجیکی خدمت حرکت میکنیم که از نام من گفتن سکیتکا کنم بسیار تاجیکی هستن برادرها پسشون نزنم میرم کبر و غرور دارن نام بابا جان نمیگم 140,000 میگم شما دیگه سلام علیکم اما 130 120 الحمدلله بعضش 100 بعضش 80 هم کردگیم الحمدلله با هم خاطر من میکنم الحمدلله از یا سومی خدمت برای رکلام میگیرم اما شما جا دشمن میکنه گناه میگیری از اون در دستگیری کنی برادری کنی ان در خدا نشانت یا پروردگار در موی سری مسلمان و تاجیک خور نزنه زد در خدمت این برادرو با هم خاطر این بدبخت نهسته که پایان همه چسبونن و برامو بیا گپ گنده بسیار میدونم با خدا من همین خدا رحمتش کنه بیبی داشتم همون قدر نریبت که ببین تمام همین گپای کاغذ پیچی خوب میدونید یک گپ میگم در بینم قمرده بعد عیب میشوه التماس نکنی خواهش میکنم تاجیک دستگیری کنی خواهش میکنم تاجیک دستگیری کنی دوستان عزیز 7 میلیونیم یا 10 میلیونیم در دنیا بسیاریم الحمدلله تاجیک‌ها دنیا بسیار هستند افغانستان و ازبکستان دیگر جا هم را اما در همین تاجیکستان خودمون 7-10 میلیونیم التماس سرجم باشیم اتفاق باشیم نخواهیم که یک دشمن بیاید در مابین ما بدروید وای با زبان تاجیک حاجی میرزا را پس میزنه وای با زبان تاجیک ایشون نورالدین داملا عبدالرحیم دیگر را پس میزنه وای تاجیک نیست وای میخواه ناآرامی و جزیری وطن ای برادرو در مابین همین ترکمنا این هم قورچو میرم الله شاید با سری بلند قچون نعره میزنم داد میزنم بعضی محل سپورید میکنم در درون اپراسگاهش میدرم شکر الحمدلله برادر عزیز تاجیکی خطونم ای بم برمم تاجیکی خطونم چیکار کنم تاجیکی خطونم با هم خاطر سرجم باشه الله برکتون تیا من دوست میدارم یعنی که مسلمان خصوصا همه مردمی غزه را بیچقدر عذاب کشیدن همه با ما را درس نیست 2 میلیونن چقدر بمب باران شو کرد یگان دولت کمک کرده شو نتونسته همه خپای وطن و آباد است همه سرجم بیستیم چیکار میکنیم خواهش میکنم پلوس مینوس 2 میلیون مهاجریم اگر که باشیم در 2 میلیون شاید مثلا 1 میلیونش کار میکنه دیگرش در اوچوبا و در مهمونی هم خیلی اما همه هم باید قدر کنیم التماس الله همه ما را هدایت کنه موهی سرچسبونی فهمیده الله برکتون تیا هر گیجا باشه با خدا من تعریف نمیکنم همین بلاگرها را دستگیری کنی من اگه قماربازاش نمیگم بگیش که قمار را بس کنه اما همیش که خدمت میکنن خدمت گوناگون یک کس نصیحت میکنه شعر میگه مقصد مرده میکنه همین بلاگرها را دستگیری کنی به خاطر چی سال کرانتین شما شاهده که ما و شما در خونه ها یانباش بودیم همین بلاگرها ویدیو کرده از بیزنسمندا سوم گرفته رفتن سکلادو دا پر کردن که حبیبلو یا بسیار بودن از همونجا مردم نام دادن یعنی که ما را در عرصه بین المللی نامی تاجیک با کدام خاطر گفتن یگانه ملتی که در حالت گشنگی در حالت کرانتین ملت چه نپرتوف در بدر مسکو گشتن دیگه شهرها گشتن بایا سوم دادن پروداکت خریدیم تقسیم کردن با هم خاطر بلاگرها را بد نبینی هستن بلاگرها به معنی که از روی بعضش مقصد خیلی خوب نیست ایزو میکشه اینه که من از برادرها ای کلیگان ای بلاگرها خواهش میکنم بخش زیاد منم یک بنده پر گناهم قمار را بس کنی خواهش میکنم بچهای قمار باز نکنی والله اگر که خانه بخری خانه بزنی چی میگن لنجلاور بزنی برادر عزیز وای حرام است پلی حلال خودتون حرام نکنی بعدم بلاگر عزیز الله برکتون تیا در پستی بلندی در همه جا در بر ملت هستی بعدم برادر سرجم باشه من دوستو میدارم بخدا بعضی دشمن میکنه با یک وقت اکا بخشش اکا خطا کریم تمام اما به خاطر الله نکنی دستگیری کنی یگان بلاگر از خونه یگان کس نرفته یگان چیز ندزدیده یگان کس فهم نکرده هر چی میکنی خودتون باور میکنی هر چی میکنی سوم میپرتی قمار میزنی شما را میگه گناهگاری بچه‌ها علیشیر بابا جان یک زن نمیگیری یک عروس هست نه بس کردم خواهش میکنم آدرس های پیتر میگم برادرای آدرس های پیتر از میگم تو اینا اولیسا تورکو 13 هست اولیسا تورکو 13 مترو جای اینا برادرم اسکرین شات کن شهر سنت پترزبورگ اینا سنت پترزبورگ اولیسا تورکو 13 کورپوس 1 خوب برادرم
این همین پرسات کابالاست. این همه همین. این همین رقمش اسکرین شات کنی. رقم رو اسکرین شات کنی. این در همه شهرش هست. خوب برادرها با شما بود بابا جون 88. خوب الله برکتون ته. میگم من ترا گوش میکنم. موی سر از برای ریش چسبوندن، برای قش چسبوندن، برای موی سر چسبوندن از پس سر میگیرن. ای تای کش، ای تای گردن، ای ریش، ای دیگه ای پیشی بر نمیگیرن. یا پس سر دونرز که نباشه از نچ نیست. خوب خدا خیر کنه. این رزولتات موی سر من برادرها ان شاء الله پلوس مینوس 3 ماه دیگه هم بته 3 ماه بعد بابا جون کراسافچینگ میشه. یعنی که موی سر بمب میشه. الله برکتون ته. سلامت باشید دوستان عزیز. الله برکتون ته. چانسون برادر عزیز من نرخنامه را 20 بار نشون میدم شروع اینا. این ای 70000 توی 140 ای 70000 توی 140. خوب آریانا الله برکت یا خوار عزیز. اینا بچه‌ها عزیز خواهش میکنم این همینجا بالنیستشون همینجا شرایطشون خوب اینجا بعد پلازما میکنن. این اینجا موی سرچ کنه پلازما میکنن. اینجا و تیاری میبینن برای جراحی. همه چیز برای شما هستن. اینجا دکتر بهترین دکترای خیلی همشون اینا آغاز مید در خدمت شما دوستان. این همه دو تا جراحی خونه دارن دوستان. دو تا جراحی خونه خیش پگای به تیار شده. ایش از این دخترکو کار کرده سودیم. اینه موی سر میچینه در اپارات میمونن. ای اپارات میگیرن در سرشو میزنن. دخترکو کار کردن. دخترکای ترکمنیه. نیم خیلی موی سر میچسبونن دوستان. خواهش میکنم خدمت موی سر چسبوندنی در روی اکران رقمش هستن. نمی آریانا نوشته اگر 904 604 85 70 واتساپ شو نوشته از اون بابا جون سلام بگی. خوب دوستان با خودت هر کجا باشه سرجم باشه. الله برکتون ته. Еще сколько продолжается? Час? Через 20 минут закончим. Через 20 минут, да? Да. بچه توریک خانومه همچه شرایطشو تنج. خوب دوستان نه همینجا مکا обязательно گاو زنه کجون خیر است اخی تمام جونشین بهتر شوش همین جمالش من خستن خطا انتظار میشم. خوب جون با چی تو بگم الله برکتون تیا با شما بود بابا جون 88 در آغاز مید زنگ بزنی و سلام بگی از اون من چیکار تو کنم. خدمت باز تکرار میکنم من در همین آغاز مید در همین سنت پترزبورگم. خدمت که امکانیت داره چیکار کنی و بیای موی سر چسبونی کی جویدان اینجا یک کافه بخوریم باز خب بخول تو میرین که اوقات میخوریم بختم که بخوریم اول بچه 20 minut بعد تیار میکنن بچه را ببینیم بعد بریم میبره. در مسکو هم هست. در مسکو همش هم نمروز مسکو در سنت پترزبورگ در کازان در چی میگن رستو на Дону. در مسکو مترو نیکراسوفکا مترو белорусский. ما حاضرش در شهر سنت پترزبورگ من برای بچهای شهر سنت پترزبورگ اومدم. خوب او تیفایل نداره. این اینجا پرش کن. این سلام ندارم. ها نیست بس. این اینجا داره دوستان این اینجا اینجا اون دیشلگی داشته باشه. نه نداره ای. نداره. نه ای بگی. هیچ. این ای پرش کن. توش نداره. او نداره ای بگی. پای جسلام تو کرده اونجا میپرش. الله برکتون که با شما بود بابا جون 88 خدا خیرتون که خوب زنگ زنی در خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوب خدا نگهدار. یک کانال